هزاران خجسته باد. ما هر سال با نزدیک شدن عید از اول اسفند شروع به خانه تکانی می‌کردیم. از نقاشی خونه گرفته تا فرش شستن و خرید لوازم منزل و پوشاک. برای چهارشنبه سوری همیشه بوته آماده می‌کردیم. غذای چهارشنبه سوری هر سال حتما ماهی پلو درست می‌کردیم. در شب چهارشنبه سوری ساعت 7 شب بوته‌ها را با بچه‌های محل روشن می‌کردیم و از روی آتیش می‌پریدیم و می‌گفتیم زردی من از تو، سرخی تو از من. بعد از اون قاشق زنی داشتیم که چادر سرمون می‌کردیم و با یک قاشق و بشقاب در همسایه ها را می‌زدیم و در بشقابمان شکلات و سکه پول می‌انداختند و کلی ذوق می‌کردیم. هر سال در روز چهارشنبه سوری مادرم برایمان، حالا هر چند تا بچه بودیم، لباس می‌دوخت برای همان شب. یعنی لباس نو حتما می‌پوشیدیم. برای سال تحویل هم همینطور بود. چند روزی برای خرید می‌رفتیم، برای خرید کفش، لباس، شوراب، کیف، حتی لباس توی خونه. اون روز برای خرید از صبح تا شب زمان می‌برد و ناهارمون رو توی رستوران می‌خوردیم که خیلی مزه می‌داد. ساندویچ همبرگر. یعنی همه خونه تکونی داشتن و از طرفی هم خرید بیرون، حتی سبزی قرمه و بادمجان و چیزهای دیگر می‌گرفتی، پاک می‌کردی، می‌شستی، خورد می‌کردی و آماده می‌کردی برای ایام عید. با تمام خستگی‌ها ولی احساس خیلی خوبی داشتی. وقتی هم سال می‌خواست تحویل بشه، سفره 7 سین را می‌چیدیم و همه لباسای نو پوشیده منتظر تحویل سال بودیم. ما بچه‌ها 1-2 ساعت قبل لباسهایمان را پوشیدیم، می‌رفتیم توی کوچه جولان می‌دادیم. برای سال تحویل همه دور سفره 7 سین می‌نشستیم تا سال تحویل شود. وقتی سال تحویل می‌شد همه همدیگر را در آغوش می‌گرفتیم، روبوسی و عید را تبریک می‌گفتیم. بعد همان لحظه عیدیمون را از پدرمون می‌گرفتیم و چه کیفی می‌کردیم. یادمه 2 تا خواهرهام ازدواج کرده بودم و رسم بر این بود که شب عید برای خواهرهام عیدی ببریم و برای شب عید غذایمان حتما قرمه سبزی بود که مادرم قرمه سبزی و به اضافه کادویی که برای خواهرم و همسرش گرفته می‌بردیم تحویل می‌دادیم و خواهرم به عنوان تشکر پول می‌داد. زمانی که من ازدواج کرده بودم مادرم را از دست داده بودم، ولی اولین عیدی بود که مادرم فوت کرده بود و برای اولین فرزندم باردار بودم که به رسم آدابی که داشتیم شب عید 3 تا خواهر مجرد داشتم که اونا جور مادرم را میکشیدن و برایم عیدی با غذای قرمه سبزی که منتظر بودم میفرستادن. حتی خواهرهای بزرگترم برایم عیدی میفرستادن. ولی بعد از چند سالی رفته رفته کمرنگ و عیدی فرستادن قطع شد. اما همیشه از 1 ماه قبل بوی بهار و عید را با روح و جسمم حس میکنم، ولی عملاً مثل سابق نیست، به خاطر اینکه زندگی شکل ماشینی و تجملی به خود گرفته. یعنی جامعه ایران بعد از انقلاب 57 پیشرفت کرد و ایران روز به روز سیر قهقرایی به خود گرفت. حکومت نتوانست و نخواست جوابگوی مردمش باشد و هر روز اون شور و اشتیاق را از مردم گرفت و وضع نابسامانی اوضاع اقتصاد مردم را در تنگنا گذاشت.
و تأثیرات آن بیشتر روی جوانانی بود که آینده کشور را می ساختند. امروزه کشور ایران از هر نظر نابود و نتیجهش افزایش بیماری‌های روحی روانی مردم ایران شده و نابودی اقتصاد کشور. نوروزتان پیروز.